قراره به این فکر کنی که تنها فردی که لیاقتشو نداشت که به این روز بیفته تو بودی. عشق سابقت که با زیباییش تو رو اغفال کرد حالا زیاد برات مهم نیست. این روزا ذهنت خیلی وسیع تر از مغز کوچیکت شده. تو خودتو یه دایناسور کوچولو میبینی که بین دنیاهای موازی در حال پر زدنه. تو که فرد زرنگی هستی، تو صحنه روزگار چی میبینی؟ یه میدون مسابقه که تو اون طرف همه چیز رو به تخم شربت گرفتی و داری به چیزهای مهمتر فکر میکنی، مثلا به قوانین موفقیت و خوشبختی که قرار اونا رو بهت بگم تا ذهنت دیگه مشغول نباشه. اولین قانون اینه که 9 تا قانون دیگر رو پیدا کنی. وقتی از سن 40 سالگی رد بشی فکر میکنی راز موفقیت رو فهمیدی، اما اونقدر پیر شدی که نمیتونی امتحانش کنی تا تو شکست بخوری. اما الان ببین داری چی کار میکنی، یعنی چی کار داری با خودت میکنی. بیدار شو.